جهت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سریع‌وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره ترم زمستان سال‌های 2025 و 2026 قرار رئیس ولایت به توصیف رسیده در همه شهر و ناحیه‌ها ستاد تشکیل و نقشه چهاربینه‌های آمادگی به موسم ترم زمستان سال‌های 2025 و 2026 عبارت از 27 بند تصدیق و مورد استفاده قرار داده شد. آمادگی به زمستان فراگیر مسائل ذخیره مواد اساسی خوراکواری، سوزشواری برای گرمی به مانند انگیش و هیزم، سوزشواری نقلیات و دیگر مواد ضروری برای بی‌خطری در راه‌های اتومبیلگر بوده. در این سمت در ناحیه شهرستان کارهای زیادی به سامان رسانیده شده است. مثلا طبق نقشه تحریزی شده حجم ضروری انگیش و هیزم به همه مؤسسه‌های معارف تامین کرده شده. مبلغ گذاری آن از بودجه محلی و چون ناحیه سوبونسیونی از بودجه ولایت نیز عملی کرده شده است. برای زمستان گذران همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه شهرستان که 22 عدد می باشند با ذخیره کومر، انگشت، هیزم ذخیره کرده شده. برای زمستان گذرانی در ناحیه 491 تن انگشت ذخیره کرده شده است. در مؤسسه‌های تعلیمی 158 متر مربع هیزم ذخیره کرده شده است که برای با ثمر گذراندن زمستان گذرانی سالهای 25-26 میرسد. مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه برای گذراندن موسم زمستان آماده می باشند. در مؤسسه‌های نگهداری تندرستی ناحیه شهرستان نیز طبق اطلاع مسئولین آمادگی به زمستان گذرانی با ذخیره معیاری کافی هیزم و انگشت و سوزشواری دیزلی در سطح ضروره براه مانده شده است. ناحیه شهرستان دارای یک بیمارخانه مرکزی و یک شبکه کمک اولیه طبی و سانیتری و چند بنگاه طبی و خانه‌های سلامتی میباشد. و زیاده از 50,000 اهالی ناحیه خدمت رسانی طبی کرده در سمت خریداری انگشت و هیزم از کمک مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت برخوردار است. برای آماده باشی تیاری زمستان‌های فصل ترم‌های زمستان برای سال‌های 2025-2026 60 تن انگشت‌سنگ، 25 متر کوبی هیزم و باقی‌مانده محصولات‌های خوراکی و سوزشواری در عین حال 99.9% اجرا کرده شده است. بیمارخانه مرکزی از 6 شعبه عبارت بوده. شعبه امراض زنانه، شعبه تولد و شعبه جراحی احیا نقطه یاری تجدید طبی گرمدهی با سیستم مرکزانیده شده با پیچ‌های علابین استفاده برده می شود. شعبه‌های امراض درونی بچگانه و شعبه سرایتی باشد با پیچ‌های برقی گرم کرده می شود. در سال آینده به نقشه گرفته شده است شعبه امراض درونی و شعبه بچگانه برای وصل کردن گرمدهی مرکزانیده شده به نظر داشته حاضر لایحه‌اش در عین حال کشیده ایستاده تیارگری در این سمت برسالی ساختمان و برای سال 2026 به اتمام رسانده می شود. جهت آمادگی به موسم ترم زمستان سال‌های 2025 و 2026 از جانب مؤسسه دولتی اداره نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه شهرستان است کارهای ذخیره حجم کافی مواد ضد لرزش، هیزم، انگشت، سوزشواری دیزلی و تعمیر آماده نمودن تکنیک و مکانیزم‌های ضروری نگهداری راه‌ها به انجام رسانیده شده است. طوری که مسئولین اظهار داشتند مؤسسه نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه شهرستان به موسم زمستان پورا آماده است. ما منم زمستان گذرانی با موادهای همیشه تیار کردیم تکنیکامو 100% تیار هیزیم برای که پروداکت بچه ها با سلرکا گروچی هامو همش 100% اجرا کردیم. ما نظر 6 تکنیک داریم. تکنیکی بار کنک، بار فرارک، کمپوشک. تعمیر را به ما گریدر کم از کمپوشک هم خواهی زمستان با کمپوشک کم از ما کتی راه مواد می برداریم. ناحیه شهرستان 76 کیلومتر ما رایی که ناحیه شهرستان نگاه میکند. برف بارانگری با ما اساسا می راه شب روز ما نگاه میکنیم. باید تذکر داد که در سمت آماده نمودن ساحه‌های مختلف خواجگی خلق به زمستان در پیش ایستاده از بودجه ولایتی برای خرید و ذخیره انگشت به ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ و دیگر ساحه‌های بودجتی مبلغ گذاری کرده شده. همچنین به شهر و ناحیه‌های سوبونسیونی برای خرید مواد سوخت مبلغ‌های ضرورت جدا و انتقال داده شده است.